گل جاودان. سالها پیش وقتی چندوگه اوپانیشاد را میخوندم از دیدن تصویر از گل جاودان و کوزه‌گری شگفت زده شدم. اینکه کوزه‌گر با همان گل یکسان کوزه های گوناگون میسازه، تصویری که به طرز عجیبی شبیه استعاره‌های خیام برای توزیع سازوکار هستی بود. واقعا باورم نمیشد. چندوگه اوپانیشاد یکی از کهن‌ترین اوپانیشادهاست که در سنت سانسکریت حدود سده هفتم پیش از میلاد در شمال غرب هند شکل گرفته. این متن پر از حکایت‌ها و تمثیل‌هاست. مثل همین داستانی که پدری به پسر 12 ساله‌اش اندرز میده. پسری که به دانسته‌های کتابی خودش میباله. پدر به پسر میگه: ای پسرم، همانطور که اگر یک توده گل را بشناسی، در واقع همه چیزها را میشناسی، چون چیزها از گل ساخته شدند و تفاوتها فقط در شکل‌ها و نام‌هاست، ولی حقیقت همان گل است. پدر ادامه میده و میپرسه: آیا دانشی را جسته‌ای که با آنچه شنیده نشده شنیده شود، آنچه اندیشه نشده اندیشه شود و آنچه ناشناخته است شناخته شود؟ پسر کنجکاو میپرسه: پدر، آن دانش چیه؟ پدر او را تشویق میکنه که دانشی را بجوید که از شنیده ها و دانسته های معمول فراتره. او توضیح میده که حقیقت نهایی چیزها اندازه پذیر نیست و با چشم یا ذهن سطحی با آسانی دیده نمیشه. تمثیل گل نشانه برابری و جهان شمولی آن ماده و پدیده است که همان موجودات بارها از آن ساخته میشن و دوباره به آن برمیگردن. چه انسان، چه حیوان، چه گل و چمن، چه ستاره ها. همانطور که همه کوزه ها شکل های مختلف دارن، همه از گل ساخته شدن. در حقیقت همان گلن و در نهایت هم به گل برمیگردن. هرچند اشیا ظاهری مختلف دارند و نامهای گوناگون میگیرند، اما جهان در بنیاد خود یکیست. همه چیز از یک پدیده سرچشمه میگیره. یکی از شگفتی‌های دلنشین این است که خیام همان استعاره گل جاودان را به کار میگیره. همانطور که اندیشمندان اوپانیشاد از نماد گل برای بیان حقیقت جهان بهره بردن، خیام هم گل را نمادی برای جنبه‌های وحدت بخش هستی مادی قرار میده. میگه: بر کوزه‌گری پریر کردم گذری، از خاک همی نمود هر دم هنری. من دیدم اگر ندید هر بی بصری، خاک پدرم در کف هر کوزه‌گری. یا جای دیگه میگه: در کارگه کوزه‌گری کردم رای، بر پله چرخ دیدم استاد به پای. می کرد دلیر کوزه را دسته و سر، از کله پادشاه و از دست گدای. این کوزه ها از همان گلی ساخته شدند که از بدنهای پیشین آمدند، از بدن پادشاهان، گدایان و دلبران. پیام خیام در اینجا کاملا روشنه. گل همان گل بنیادین است. نه گل ثروتمند داریم، نه گل پادشاه، نه گل مقدس و نه گل فقیر. در این نگاه نوعی فروتنی طبیعی نهفته است، چون همه آدم ها در اصل از یک ماده ساخته شدند. ما از گل برمیخیزیم و سرانجام دوباره به گل باز میگردیم. همه کوزه ها هم بعد از شکستن بارها و بارها دوباره به خاک و گل تبدیل میشوند، همان گل جاودان. خیام با استعاره های خاک و گل تصویر خاصی از جهان میسازد و آن را مثل یک کارگر کوزه‌گری نشان میدهد. واضح است کوزه شکسته هیچ وقت به حالت اولش بر نمیگرده،
چون فرسودگی و زوال بخشی جدای ناپذیر طبیعت همه کوزه های هستی است که بازیافت می شود. نه خیام و نه اوپانیشادها تن به فکر جادویی جاودانگی و باززایی نمی دهند. در عوض می گویند گل بود، گل هست و گل هم برای همیشه خواهد ماند. با پذیرفتن این واقعیت، خیام و یوگی های اوپانیشادی راهی برای فهم معمای زندگی پیش می‌گذارند. اینکه چگونه با این گل همگانی که به ما سپرده شده آگاهانه زندگی کنیم. همه چیز هویتی موقتی دارند. هر بدن یا هر شی ماده‌اش دیر یا زود فرسوده می شود و دوباره در چرخه طبیعت به کار گرفته می شود. پس چگونه می توان آن را دارایی یا ملک همیشگی خود دانست؟ این نگاه از دریچه اوپانیشادها و خیام میتونه بینشی به ما بده که ذهن پراکنده و پریشان را دوباره به کانون هستی بازگردونه و آرامش و درمان را به درون ذهن بیاره. وقتی انسان سرشت برابر و همگانی طبیعت را درک کنه، دیگه در داستان شخصی زندگی و تنگنای رنج‌های وجودی خودش گرفتار نمیمونه، بلکه با ذهنی غنی‌تر و آگاه‌تر، آزادانه‌تر زندگی میکنه. در بخش بعدی فلسفه روشنگر بودیسم درباره هستی را بررسی میکنیم و میبینیم چگونه با پیام رباعیات همصدا و همسو میشود.